درود به شما دوستان. سوالی که تو این برنامه قرار بررسی کنیم اینه که کتاب مقدس چطور شکل گرفت. یعنی کتاب هایی که به طور کلی مجموعه کتاب مقدس رو تشکیل میدن چطور به وجود اومدن. این بخش اوله و ما به تورات، کتاب ایوب و همینطور مزمور 90 نگاه خواهیم کرد و با مرگ موسی بخش اول رو به پایان میرسونیم. برای آشنایی با این مطلب به طور ساده با تقسیم بندی کتاب مقدس شروع میکنیم. کتاب مقدس دو بخش داره، عهد عتیق و عهد جدید. بخش اول عهد عتیق شامل 39 کتابه و عهد عتیق از زمان موسی تا زمان ملاکی، آخرین نبی عهد عتیق نوشته شده. یعنی بر اساس زمانبندی دقیق از سال 1606 پیش از میلاد تا حدوداً سال 420 پیش از میلاد. اون چیزی که تمام کتاب‌های عهد عتیق رو با هم پیوند میده یک وعده است. مسیح نجات دهنده موعود خواهد آمد. توضیحات در مورد مسیح از اولین تا آخرین کتاب عهد عتیق دائما دقیق تر میشه و جزئیات بیشتری به اون اضافه میشه. 2000 سال پیش عیسی مسیح ظهور کرد. او به پیشگویی‌های عهد عتیق درباره مسیح رنج دیده تحقق بخشید. یعنی بیش از 300 پیشگویی تو عهد عتیق. اون طبق پیشگویی‌های عهد عتیق مثلا اشعیا فصل 53، مزمور 22 و بسیار قسمت‌های دیگه بر روی صلیب کشته شد و پس از مرگ دوباره زنده شد. شاگردان وظیفه داشتن که عهد جدید رو بنویسن. عهد جدید بخش دوم کتاب مقدس مجموعه‌ای از 27 کتاب و بین سالهای 32 تا 100 پس از میلاد نوشته شد. یعنی اولین کتاب بعد از 32 پس از میلاد نوشته شد و آخرین کتاب کمی قبل از سال 100 میلادی، تقریباً تو سال 98. اون چیزی که کتابای عهد جدید رو به هم پیوند میده تحقق وعده آمدن مسیحه. عهد جدید نشون میده که وعده های عهد عتیق درباره مسیح، یعنی این که نجات دهنده موعود خواهد آمد، تحقق یافته. تو مجموعه کامل عهد عتیق و عهد جدید از کتاب پیدایش، ابتدای کتاب مقدس، تا کتاب مکاشفه، انتهای کتاب مقدس، تمام تاریخ از آفرینش اول تا آفرینش جدید شرح داده شده. کتاب مقدس با این آیه شروع میشه: در آغاز خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. و در پایان کتاب مقدس شرح میده که خدا ماهیت این آسمان و زمین رو تغییر میده و یک جهان جدید پدید میاره. خدا یک آسمان جدید و یک زمین جدید رو خواهد آفرید و اینو تو کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 1 میخونیم. همونطور که تو تصویر میبینین، عهد عتیق و عهد جدید تمام تاریخ بشر رو از آفرینش اول تا آفرینش جدید شرح میده و عیسی مسیح شخص مرکزی عهد عتیق و عهد جدیده. کتاب مقدس به 3 زبان اصلی نوشته شد. عهد عتیق به زبان عبری نوشته شد و تو تصویر سمت راست یک نسخه خطی عبری رو میبینین. این دفترنامه نسخه خطی یا کودکس حلبه، با شکوه‌ترین دست‌نوشته عبری که وجود داره. از هزاران نسخه خطی که داریم این بهترینه. نسخه خطی حلب تو قرون وسطا نوشته شد، ولی متن اون با متن نسخه خطی که تا سال 70 پس از میلاد تو معبد اورشلیم نگهداری میشد یکسانه. تو خط عبری اغلب فقط حروف بی صدا رو می‌نویسن، ولی نسخه خطی حلب فقط شامل حروف بی صدا نیستش، بلکه شامل علائم و حروف صدادار به شکل خط و یا نقطه هم هست. همچنین شامل علائم موسیقیه که نشون میده متن باید چطور تو معبد خونده میشد. علاوه بر این نسخه خطی حاشیه نویسی و پانویس هم داره که مثلا ذکر میکنه که یک اصطلاح تو عهد عتیق چند بار به کار میره، یا این که این اصطلاح ویژه تو تمام عهد عتیق فقط یک بار به کار رفته و تأکید میکنه که املاء خاص یا اصطلاح
به هیچ وجه نباید عوض بشه. به خاطر این توصیف‌ها نسخه خطی حلب کاملترین دست نوشته است. اسمش نسخه خطی حلبه چون مدت طولانی تو کنیسه شهر حلب تو شمال سوریه نگه داشته میشد. حلب متاسفانه تو این اواخر به خاطر اتفاقات جنگ وحشتناک و غم‌انگیز معروف شد، ولی در اصل میبایست قبل از اونم معروف باشه به خاطر نسخه خطی حلب. تو سال 1948 سال تأسیس کشور اسرائیل تو سوریه درگیری‌های ضد یهودی‌ها رخ میده و این نسخه خطی مدت‌ها گم میشه. سالهای بعد دوباره پیدا شد ولی یک قسمت کم داشت و اون قسمت واقعا گم شده. نسخه خطی حلب یک نمونه از نسخه های خطی عبریه، ولی باید گفت که چند قسمت از عهد عتیق نه به عبری بلکه به زبان آرامی هستند. این قسمت ها شامل کتاب دانیال فصل 2 آیه 4 تا آخر فصل 7 میشه و قسمت های مختلفی تو کتاب عزرا و یک آیه هم تو فصل 10 از کتاب ارمیا. زبانهای عبری و آرامی هر دو از یک خانواده‌اند. آرامی فقط یک لهجه نیست بلکه یک زبان متفاوت هم هست، با اینکه به عبری خیلی نزدیکه. اما عهد جدید تماماً به زبان یونانی نوشته شده. یک نسخه خطی هم میتونید به عنوان مثال تو این عکس ببینید. الان یک نگاه دقیق‌تر میخوایم به عهد عتیق بندازیم. همونطوری هم که قبلا گفتیم عهد عتیق از زمان موسی، یعنی از خروج بنی اسرائیل از مصر تو سال 1606 پیش از میلاد تا زمان ملاکی 400 یا 420 پیش از میلاد نوشته شده. همچنین قبلا گفتم که عهد عتیق مجموعی از 39 کتابه: پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، تثنیه، یوشع، روت، اول و دوم سموئیل و غیره، و این مجموعه به مدت تقریباً 1200 سال نوشته شد و تقریباً 30 نویسنده مختلف اونو نوشتن، از جمله پادشاهان، کارمندان دولت، چوبانان، موسیقیدانان و افراد دیگه‌ای از رشته‌های دیگه. نویسنده‌ها طبقات اجتماعی متفاوتی داشتن و تو جاهای مختلفی کتاب‌های خودشون نوشتن و سرانجام این مجموعه تشکیل شد. اگه میگیم کتاب مقدس شامل 39 کتابه، این همون تعداد کتابه که توی ترجمه معمولی آلمانی پیدا می‌کنیم. مثلا کتاب اول و دوم سموئیل در ابتدا 2 کتاب جدا نبودن، بلکه به 2 کتاب تقسیم شدن، ولی خود نوشته ها اصلاً عوض نشد و زیاد مهم نیستش که اونو 1 یا 2 کتاب به حساب بیاریم، ولی بازم خوبه که بدونیم که ابتدا فقط 1 کتاب بود. اول و دوم پادشاهان هم 1 کتاب بود، همچنین اول و دوم تواریخ. یعنی عدد 39 تعداد کتاب ها معنی خاصی نداره، ولی تو ابتدا نوشته ها به طور دیگه‌ای تقسیم بندی شده بودن. بعضی از کتاب ها به 2 بخش تقسیم شدن تا تومارها کوچیکتر بشن. تقسیم بندی عهد عتیق عبری یهودی ها با تقسیم بندی ترجمه های معمولی آلمانی کمی فرق داره. دلیلش اینه که برای ترجمه های آلمانی از تقسیم بندی قدیمی ترین ترجمه کتاب مقدس تقلید شد. این قدیمی ترین ترجمه یونانی سپتوجنت یا ترجمه 70 اسم داره و تو قرن 3 پیش از میلاد تو اسکندریه توسط یهودی‌ها ترجمه شد. این مترجمان تقسیم بندی رو کمی تغییر دادن و این تغییرات برای ترجمه آلمانی هم پذیرفته شد. ولی متن اصلاً عوض نشد و فقط تقسیم بندی ها. کتاب مقدس عبری مثل کتاب مقدس آلمانی با اسفار 5 شروع میشه، یعنی تورات موسی. اسم عبری اون توراه و به معنی شریعت یا فرمانه. ریشه این کلمه اصطلاحی به معنای با انگشت اشاره کردن، یعنی تعلیم دادن یا اطلاع دادن. تورات اراده خدا رو و فرمانهای اون رو به ما معرفی میکنه و به نجات دهنده اشاره میکنه که برای ما مشکل رو حل میکنه زمانی که پی میبریم خودمون قادر نیستیم طبق فرمانهای خدا زندگی کنیم. در واقع تورات به مسیح اشاره میکنه. دومین بخش عهد عتیق عبری کتب انبیاست، به عبری نوئیم.
این بخش به کتب انبیای پیشین و انبیای پسین تقسیم میشه. کتب انبیای پیشین عبارتند از یوشع، داوران، سموئیل و پادشاهان. این آثار تاریخی به چه علت کتب انبیا محسوب میشن؟ چون توسط انبیا نوشته شدن. یوشع یک نبی بود که با الهام روح القدس کتاب خودشو نوشت. کتاب داوران و سموئیل نبی نوشت و جاد نبی و ناتان نبی اونو تکمیل کردن و کتاب پادشاهانم ارمیای نبی نوشت. کتب انبیای پسین همون کتابایی هستند که ما اونا رو به عنوان کتب انبیا میشناسیم. انبیای بزرگ، اشعیا، ارمیا، حزقیال و 12 انبیای کوچک. تو عهد عتیق عبری امروز کتاب دانیال جزو کتب انبیا حساب نمیشه، بلکه جزو مکتوبات بخش سوم عهد عتیق. ولی یکی از نسخه های خطی قمران به اسم فلوریلگیوم دانیال نبی رو نام میبره و عیسی مسیح هم تو انجیل متی فصل 24 آیه 15 اونو دانیال نبی میخونه. این نشون میده که دانیال نبی به حساب می اومد و در ابتدا کتابش جزو کتب انبیا بود. چرا بعداً به بخش مکتوبات منتقل شد؟ چون دانیال نبی زمان دقیق ظهور مسیح رو پیشگویی کرد. بر اساس ذکر زمان تو فصل 9 کتاب دانیال تو پیشگویی درباره هفته که به معنی سال هست میتونیم حساب کنیم که مسیح میبایست تو سال 32 پس از میلاد ظهور کنه و دقیقاً اینطور شد. پیشگویی با ورود عیسی مسیح به اورشلیم تو یک شنبه نخل سال 32 تحقق یافت. تو ادامه اون پیشگویی دانیال تو فصل 9 میخونیم که مسیح بعد از آن کشته خواهد شد و یک قوم خواهند آمد و شهر اورشلیم و معبد را ویران خواهند کرد. این هم تحقق یافت. مسیح 5 روز پس از یک شنبه نخل بر روی صلیب کشته شد و تو سال 70 پس از میلاد رومیان آمدند و شهر اورشلیم و معبد رو ویران کردند. یکی از بزرگترین رابیهای یهود تو قرون وسطی، موسی ابن میمون، تو نامش به یک مجمع یهودی تو یمن نوشت: دانیال از علم اعداد به ما اطلاع داد، اما حکیمان تو زمان گذشته گفتن که تا وقتی که معنی اون به ما آشکار نشه نباید آن اعداد رو محاسبه کنیم. مبادا ایمان مردم ساده سست بشه اگه بفهمن که زمان معین تحقق پیشگویی گذشته ولی مسیح ظهور نکرده. بنابراین تا امروز یهودی‌ها دیگه اصلاً به اعداد تو پیشگویی توجه نمی‌کنن و میگن هر محاسبه‌ای بر اساس پیشگویی دانیال یک تحلیلگریه و چیز بیشتری نیست تا کمتر با کتاب دانیال برخورد کنن و کمتر کسی بهش توجه کنه و اونو به بخش سوم عهد عتیق در بین مکتوبات گذاشتن. جالبه بدونید که تقسیم بندی اصلی کتاب مقدس در ابتدا از این قرار بود: تورات که شامل 5 کتابه، بخش کتب انبیا که شامل 20 کتابه اگه کتاب دانیال رو جزو اونا به حساب بیاریم، بخش مکتوبات 10 کتاب داره اگه کتاب دانیال رو از اونجا برداریم و به جای اصلیش تو بخش کتب انبیا برگردونیم. اگه کتاب دانیال رو منتقل نکنیم، تناسب تعداد کتاب‌ها تو بخش دوم و سوم مختل میشه و 19 کتاب از انبیا داریم و 11 تا مکتوبات. و اگه دانیال در جای درست قرار بگیره 20 کتاب انبیا و 10 مکتوبات داریم و این اعداد مضرب 5 هستن و این مناسبه چون کتاب‌های پنجگانه تورات پایه تمام عهد عتیقه. یعنی تقسیم بندی اصلی عهد عتیق 5 کتاب به اضافه 20 کتاب به اضافه 10 کتاب هست. بخش سوم عهد عتیق مکتوبات یا مزامیر نام داره، به عبری کتوئیم. این بخش با کتاب مزامیر شروع میشه و به همین دلیل اونو مزامیر هم میگن. به غیر از مزامیر بخش مکتوبات شامل امثال، ایوب، غزلها، روت، مراثی ارمیا، جامعه، استر و دانیال و چنان که قبلا دیدیم جای اصلی اون تو بخش کتب انبیاست. عزرا و نهمیا در ابتدا فقط یک کتاب بودن
و کتب تواریخ اونم فقط یک کتاب بود. این 10 کتاب بدون دانیال بخش مکتوبات رو تشکیل میدن. یهودیا عهد عتیق رو تنخ میگن و این اختصاری از اسمهای 3 بخشه. ت برای توراه، ن برای نوئیم و خ برای کتوئیم یا خطوئیم. چون اسم 3 بخش با هم به عبری توراه، نوئیم، اختوئیم تلفظ میشه و که به خ تبدیل میشه. خداوند عیسی این تقسیم بندی به 3 بخش رو قبول داشت و تو انجیل لوقا فصل 24 میخونیم که عیسی مسیح پس از قیام به 2 نفر از پیروانش ظاهر میشه وقتی تو راه از اورشلیم به دهکده امائوس هستن و تمام قسمت عهد عتیق که درباره مسیح رنج دیده سخن میگه واسه اون 2 نفر توضیح میده. تو لوقا فصل 24 از آیه 25 میگه ای بیخردان که دلی دیرفهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید، آیا نمی بایست مسیح این رنج ها را ببیند و سپس به جلال خود درآید؟ سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برای ایشان توضیح داد. بعداً عیسی به 11 رسول ظاهر میشه و تو آیه 44 همون فصل میگه این همان است که وقتی با شما بودم میگفتم. اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیا و مزامیر درباره من نوشته شده است باید به حقیقت بپیوندد. اینجا مسیح از هر 3 بخش عهد عتیق اسم میبره. تو ادامه نوشته شده که سپس ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس را درک کنند. ذهنشون رو روشن کرد و اون وقت قادر بودند که عهد عتیق رو بفهمند. یعنی وقتی عهد عتیق رو نمیفهمیم ذهن ما تاریکه و باید روشن بشه و خدا میتونه ذهن ما رو روشن کنه و درک و فهم به ما بده. شاگردان از امائوس که مسیح تو اون راه بهشون ظاهر شده بود، بعد از اینکه مسیح تقریباً 2.5 ساعت عهد عتیق و واسهشون توضیح داده بود، تو آیه 32 میگه آیا هنگامی که در راه با ما سخن میگفت و کتب مقدس را برایمان تفسیر میکرد دل در درون ما نمیتپید؟ ذهن روشن و شنیدن تفسیر کتاب مقدس هر دو لازمه. باید کتاب مقدس رو بخونیم و تفسیر اون رو بشنویم. ولی ذهن ما هم باید روشن بشه تا بتونیم کتاب مقدس و تفسیر اون رو بفهمیم. قبلا دیدیم که همه چیز در سال 1606 پیش از میلاد شروع میشه. سال خروج بنی اسرائیل از مصر. اونا تو شهرهای فیتون و رمسیس تو دلتای رود نیل بردگی کردن و خدا اونا رو توسط رهبری موسی از مصر بیرون آورد و از راه دریای سرخ به بیابان سینا هدایت کرد. اونجا تو کوه هوریب 10 فرمان رو دریافت کردن و این ابتدای همه چیزه. خدا خودش 10 فرمان رو به روی 2 لوح سنگی نوشت با یه خط الفبایی و این خیلی مهم و تاثیرگذار بود. خدا نه از هیروگلیف و نه از خط میخی که هر دو خیلی پیچیده هستن استفاده نکرد، چون یاد گرفتن این خطوط خیلی زمان میبره و تقریبا 600 نشونه مختلف لازمه که حفظ کنن. یه خط الفبایی با 22 حروف در قیاس با اونا خیلی آسان‌تره. حتی یه بچه کوچیک میتونه اونا رو یاد بگیره. چند وقت پیش تو سنگاپور بودم و یاد گرفتم که اونجا بچه‌ها قبل از اینکه به کودکستان برن باید نوشتن و بلد باشن. پدر مادرها مسئولن که بچه‌ها نوشتن یاد بگیرن چون تو کودکستان باید بلد باشن. و اینجا هم بچه‌هایی هستن که به میل خودشون از خواهر یا برادر بزرگترشون نوشتن یاد میگیرن و بعد میتونن مثلا کارتا یا نامه‌های ساده‌ای واسه مادر بزرگشون بنویسن قبل از اینکه به مدرسه برن. دلیلی نیست که این بچه‌ها نابغه ان، بلکه یادگیری حروف الفبایی خیلی آسونه. اعطای 10 فرمان با حروف الفبایی نشون میده که نقشه خدا اینه که همه مردم بتونن کلامشو بخونن. نه فقط کاتبا، بلکه همه انسان‌ها. چون هر کسی در حد معمول با استعداد هستش که بتونه چند تا حروف یا خط الفبایی رو یاد بگیره تا بتونه بخونه. خدا 2 لوح با 10 فرمان داد
و اینا رو تو کتاب خروج فصل 20 میخونیم. من نگاه کردم و دیدم که 10 فرمانو میشه با تمام 22 حروف عبری یاد گرفت. همه اونا تو 10 فرمان به کار میرن. موسی تو طول 40 سال که قوم اسرائیل تو بیابان به سر میبرد تمام اسفار خمسه رو تکمیل کرد و اونها رو به قوم اسرائیل داد و اسرائیل قومی داره کتاب شدن. خدا توسط موسی تورات رو به اونا عطا کرد، ولی همچنین کتاب ایوب. کتاب ایوب داستان مردیه که تو سرزمین اوس زندگی میکرد، ناحیه‌ای که امروز جزو اردنه که کتاب مقدس اونو ادوم هم اسم میبره. ایوب بعد از طوفان نوح و قبل از زمان ابراهیم زندگی میکرد. اینو میدونیم چون تو کتاب ایوب درباره پاتریارخا یا پدران قوم اسرائیل، ابراهیم، اسحاق و یعقوب چیزی گفته نمیشه. ایوب یک مرد پارسا بود و خدای حقیقی رو میشناخت و از روایات یهودیا میفهمیم که موسی کتاب ایوب رو به قوم اسرائیل نوشت. در مورد این روایات بعداً بیشتر خواهم گفت. موسی مزمور 90 رو هم نوشت و اسرائیلیا بعد از خروج هنوز کتاب مزامیر رو نداشتن. ولی مزمور 90 رو به عنوان یک متن تکی داشتن. آغاز این مزمور از این قراره که دعای موسی مرد خدا. بعد موسی درباره اون دورانی صحبت میکنه که قوم اسرائیل در بیابان به سر میبردن و اینکه زندگی چقدر کوتاه و زودگذره. تمام آن نسل که از مصر خارج شده بودن به خاطر گناهانشون میبایست تو بیابان میمردن و فقط نسل بعدی اجازه داشت که وارد سرزمین موعود بشه. تو مزمور 90 آیه 9 و 10 میخونیم که زیرا روزهایمان به تمامی در خشمت کاهیده می شود و سالهایمان را چون آهی به سر می رسانیم. روزهای عمر ما 70 سال است و اگر قوی باشیم 80 سال. اما مایه فخری در آنها جز مهنت و اندوه نیست، زیرا به سرعت می گذرند و پرواز می کنیم. بعد تو آیه 12 میگه پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم تا دلی خردمند حاصل کنیم. این تعلیمی بیشتر برای بنی اسرائیل علاوه بر تورات و کتاب ایوب بود. موسی به وسیله آیات و معجزات به عنوان پیامبر خدا تایید شد. 10 بلا تو مصر که باعث نابودی فرعون مصر شدن، معجزاتی که موسی در حضور فرعون کرد، یعنی دستش که پر از جذام شد و بعد دوباره خوب شد، عصایی که به مار تبدیل می شد و بعد دوباره به شکل عصا در می اومد و تمام معجزات تو کوه سینا، زلزله، دود و آتشی که از کوه بیرون می اومد و صدایی که از درون ابر شنیده می شد. خدا 10 فرمان رو به طور شفاهی به اسرائیل داد و تمام قوم اونو شنیدن. تقریباً 4 میلیون نفر با گوشای خودشون صدای خدا رو شنیدن. موسی بالای کوه رفت و 10 فرمانو از اونجا بیاره و به این ترتیب موسی به وسیله آیات و معجزات به عنوان پیامبر خدا تایید شد. و واسه اسرائیل شکی وجود نداشت که نوشته هایی که موسی به اونه داده نوشته های یک انسان نیستن، بلکه با الهام خدا نوشته شده بودن. بنی اسرائیل تا پایان عمر موسی تو بیابان به سر بردن و موسی چون در یک موضوع از فرمان خدا سرپیچی کرد و صخره رو زد، به جای اینکه اونو فرا بخونه، خدا بهش اجازه نداد که وارد سرزمین موعود بشه، بلکه فقط از دور اونو تونست ببینه. داستان نااطاعتی موسی رو تو کتاب اعداد فصل 20 میخونیم. پس موسی سرزمین موعود رو فقط از بالای کوه نبو دید و بعد از اون فوت کرد و خدا اونو دفن کرد. به پایان بخش اول رسیدیم. تو بخش دوم به بررسی کتب تاریخی عهد عتیق میرسیم از زمان یوشع تا مرگ سلیمان. خوشحال میشیم که شما رو به همراه خودمون داشته باشیم و شما میتونید سایر برنامه‌ها رو تو وبسایت یا شبکه‌های اجتماعی کلمه حیات و همینطور یوتیوب دنبال کنید. برکت خداوند با شما باشه.